جاسوس انگلیسی، اینترنشنال BBC. آیا می‌دانستید جنگ ایران و عراق را فرح راه انداخت؟ حسن روحانی حجاب را اجباری کرد. رسانه‌های خارج اصلاح طلبند. ننگ بر سجانی، قاسم رضا روحانی، چالش کشیدن سیفون روی اصلاح طلبان، فرح دیبا و رضا پهلوی. با ما همراه باشید. در آینده امپراتوری پارس مسلماً تمامی این افراد و تمام افرادی که دستشون به خون و مال مردم آغشته است باید دادگاهی بشن، جواب پس بدن و مجازات بشن. زنده باد ریاست. درود بر سید محمد حسینی. میگا ماگا. من ایرانی نیستم، من پارسی هستم. سیفونم بکشیم روشون، کارشون تموم شد. رهبرای تاریخ.